سخت ترین بازی عمرم فقط باید با بیلدر بیسا بازی کنم. حمایت یادتون نره. چطوری بچه‌ها؟ توی این ویدیو قراره که فقط با بیسا بازی کنیم. روش بازی اینه که با ایکسلو و تسلا حمله کنیم، با بقیه بیلدرها دفاع کنیم. اکسین هم که با چیز در میاریم دیگه، اسمش چی بود؟ کالکتور. خب خوبه حاجی، تاور حریف خوبه کمیره، چون برای دریل هم اگه مثلا دمیج حریف اون تاور حریف اچ پیش مونده بود، میتونیم با دریل یه دونه حمله آخر لحظه بدیم و جمع کنیم دیگه. ما یه دونه ایکس با بوم تاور میدیم. باز رفت تاوری که دمیج خوبی داریم واقعا. خب با کنون خوب جمع کردیم بچه. شب باورتون نشه من الان با الکترو اومدم تو بازی، در این حد وزنتم خرابه، یعنی اوضاع یه جوریه. ولش میدونه کالکتور از ته میریم با گوبلین ها به نظرم باید دفاعشو جمع کنیم. یه دونه کیج. اوکی خوب جمع کردیم. الان حاجی واسه یه دونه بر چیز دریل، اگه دریل رو اول بزنه خیلی خوب میشه. خب برو رو تاور. وای حاجی به تاورم ایش نرسید، یزید تو. بوم تاور دهنت سریس بابا. نه رو تاور، جون مادرت نه. کوین بره رو تاور بدبخت، یعنی هر چی میخواد بشه کوین رو تاور نده. استرس زیادی داریم تحمل کنیم. لورد آف بتل حاجی اسمونم لورد داره، 2 عدد لورد. پیشبینی 10 از 10 برادر پخت و پس کرد برای اینه. پیشبینی قشنگی. یه دونه بوم تاور اینور، یه دونه اوه خیلی خوبه. ای یزید تو حاجی. نت وای نت رو نگاه کنیم. کالکتور خیلی مهمه حاجی. خب یه دونه گوبلین کیج. نرو رو تاور جو خدا وکیلی. قشنگ و زیبا. یه دونه گوبلین هات. به نظرم این کارش اشتباه بود. چرا؟ چون من ایکس رو میشکاریم به همراه یه دونه دریل. از اون وقت یه دونه به ماشاءالله تسلا پخت و پس کرد برای ما. ای جان مردش. سریع یه دونه سایکل میکنیم ایکس رو. فکر نکنم برسه ایکسن، چیزش میرسه. اشکال نداره بذار برسه. میذاریم برسه. بله رسید. یه دونه تسلا از این طرف. همشون بابا یزید تو جوری که این زلزله رو سایکل میکنه من نمیتونم اصلا انگشتم به این صورت حرکت نمیکنه. دادیم احتمالا یه دونه کوین بیاد جلوش. یه دونه گوبلین کیج درسته. یه دونه گوبلین کیج. برو رو گوبلین کیج یزید. فقط باید اسپس چیز کنیم، اسپم کنیم. یزیدتون حاجی. این وسط رفت تو تاور. دهن تو سرویس. خب 1 2 3 1 2 3 برو دیگه بس است. نمیخواهیم از اینجا. ایکس برو نیاز ده. ای ایکس برو از خیلی جلو رفتم. ایکس برو وای باختیم.
نابود کردیم حرکت کن خودمون. قدرت تکلم رو از دست دادم. بله یه دونه تسلا، سریع یه دونه ایکسو، یه دونه دریل، یه دونه بومپاور، یه دونه بیزین کیج و تمام بردیم آجی. ای جان نتونست با زلزله دم اینجا برسونه. خیلی مچه سختی بود. هرکی برای چیز بود. زلزله بود. ما به راه زلزله نه رویال هوک بود به سختی تونستیم ببریم. اونجایی که همون اول بازی وقتی که کوینشو زد ابیلیتیشو و کانکت شد ایکسپو به تاور، ما به نظرم اونجا تونستیم، به خاطر اون لحظه تونستیم بازی. عشقا تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.